سلام، به چنل خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم راجع به قاره و کشوری حرف بزنیم که دیر کشف شد اما به ابرقدرتی در جهان تبدیل شد. خب رفقا، امروز اومدیم راجع به قاره آمریکا و به خصوص ایالات متحده آمریکا تاریخ کلیشون رو مفصل و خلاصه بیان کنیم. بخش اول، پیش از کشف آمریکا. سرزمین آمریکا هزاران سال پیش از رسیدن اروپاییان محل زندگی بومیان آمریکایی و سرخپوستان بود. تمدن‌های بزرگی مثل آزتک‌ها، مایاها، اینکاها در آمریکای جنوبی و مرکزی شکل گرفتند. در آمریکای شمالی هم قبایل بزرگ و ساختار یافته‌ای مثل ایروکوا، چروکی و آپاچی زندگی می‌کردند. بخش دوم، کشف آمریکا. سال 1492 کریستوف کلمب، کاشف ایتالیایی با حمایت اسپانیا، به دنیای جدید رسید. هرچند او اول به کارائیب رسید. کارائیب دریاچه‌ای بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، قشنگ بین این دوتا یه دریاچه است که بهش میگن کارائیب. اما بعد از این کشف استعمار شدید اروپاییان آغاز شد. هلندی‌ها، فرانسوی‌ها، اسپانیایی‌ها و انگلیسی‌ها به این قاره و این کشور حمله کردند. سرزمین آمریکا بعدها به مستعمره بریتانیای کبیر تبدیل شد و 13 مستعمره از اینجا شکل گرفت. بخش سوم، انقلاب آمریکا برای استقلال و آزادی. مالیات‌های سنگین بریتانیا و نداشتن حق رأی مردم رو به وجع و عصبانیت آورده بود. سال 1775 جنگ آمریکا برای استقلال و آزادی توسط جورج واشنگتن شکل گرفت. 4 ژوئیه 1776 تصویب اعلامیه استقلال آمریکا توسط توماس جفرسون و دیگران. سال 1783 پیروزی مستعمره نشینان و تشکیل ایالت‌های کوچک و سپس ایالات متحده آمریکا. بخش چهارم، قرن 19 و گسترش در غرب. آمریکایی‌ها یک سیاست داشتن به اسم سرنوشت آشکار. این سیاست اینجوری بود که آمریکایی‌ها میگفتن ما حق داریم کل سرزمین و قاره آمریکا رو تصرف کنیم. خرید لوئیزیانا از فرانسه تگزاس رو گرفت و بعد با بومیان جنگ‌های متعددی داشت و جابجایی اجباری سرخپوستان هم همین فرد انجام داد. و سپس ظهور شهرهای بزرگ و رشد اقتصادی فوق سریع. بخش پنجم، جنگ داخلی در آمریکا. شمال صنعتی با جنوب کشاورزی و بردهداری اختلاف داشتند. سال 1861 جنگ داخلی آمریکا بین ایالات شمالی به اسم اتحادیه و ایالات جنوبی به اسم کنفدراسیون آغاز شد. رهبری شمال با آبراهام لینکلن بود. سال 1865 پیروزی ایالات شمالی و لغو بردهداری و همینطور ترور آبراهام لینکلن. بخش ششم، دوران بازسازی ایالات متحده آمریکا. جنوب آمریکا بعد از جنگ بین دو ایالات به شدت نابود شده بود، اما پس از پیروزی ایالات شمالی اون رو بازسازی کرد. آمریکا وارد مهمترین دوران و مهمترین انقلاب خودش، یعنی انقلاب صنعتی شد. مهاجرت عظیم از سراسر دنیا و به خصوص اروپاییان به این کشور، رشد کارخانه‌های بزرگ و ساخت راه آهن و همینطور شهرهای بزرگ و مدرن و پیشرفته‌ای مثل نیویورک و شیکاگو. بخش هفتم، آمریکا در حال ورود به قرن 20. تبدیل شدن آمریکا به بزرگترین اقتصاد دنیا در اون سال یک واحد فوق چشمگیر بود. درگیری‌های شدید آمریکا در جنگ جهانی اول که مربوط میشه به سال 1917 میلادی. اما دهه 1920 دوران رشد شکوفایی و رشد اقتصادی اونا بود و همینطور موسیقی جاز و مصرفگرایی. سال 1929 سقوط بازار بزرگ بورس اونها و رفتن به رکود اقتصادی بزرگ. بخش هشتم، آمریکا در جنگ جهانی دوم. آمریکا طی چندین سال همواره جنگ کاملا بی‌طرف و کشوری نبود که بخواد جنگ کنه، اما نهایتاً در پایان جنگ ژاپن حمله رو به
بندر پرل هاربر آمریکا داشت که آمریکا در سالهای آخر به ژاپن حمله کرد و با بمب‌های اتمی که به ناکازاکی و هیروشیما انداخت، با 2 بمب اتمی پیروز این جنگ شد و سپس آمریکا بعد از این جنگ جهانی دوم به تنها و اولین ابرقدرت در سراسر دنیا تبدیل شد و سپس بعد از اون نبردهای سنگین با اروپاییان و اقیانوس آرام. بخش 9، جنگ سرد. رقابت آمریکا با مهمترین کشور اون زمان یعنی اتحاد جماهیر شوروی از سال 1947 شروع شد و تا 1991 ادامه داشت. آمریکا جنگ‌های بزرگی را انداخت، مثل جنگ با کره شمالی، جنگ با ویتنام و همینطور مهمترینشون بحران کوبا و اما مهمترین اونها مسابقه فضایی با اتحاد جماهیر شوروی بود و سپس تشکیل ناتو، کمک به متحدان و سیاست ضد کمونیستی خود را اعلام کردند و نهایتاً اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و در جنگ سرد هم ایالات متحده آمریکا بود که برنده این جنگ شد. بخش 10، دوران معاصر ایالات متحده آمریکا. دهه 90 مهمترین دهه اونها رشد تکنولوژی، ظهور اینترنت، قدرت ابر شرکت‌هایی مثل مایکروسافت و اپل و همینطور 2001 حملات 11 سپتامبر با تروریسم و همینطور حمله به افغانستان و عراق. 2008 انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور. اوباما اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکایی بود و همینطور 2016 انتخاب دونالد ترامپ و بحث برانگیزترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا. اما 2020 بحران کرونا، شورش‌های نژادی و همینطور انتخاب مجدد جو بایدن. اما 2024 انتخاب مجدد دونالد ترامپ. بخش 11، ایالات متحده در حال و امروزه. آمریکا همچنان قدرتمندترین کشور در زمینه‌های اقتصاد، تکنولوژی، نظامی و فرهنگ جهانی داره. فرهنگی مثل هالیوود، موسیقی و به خصوص موسیقی رپ، فست فود و مد و مهمترین چیز اونها رسانه هستش و تنها ابرقدرت در سراسر جهان. اما در این حال با چالش‌هایی مثل مشکلات نژادی، نظام سیاسی 2 قطبی و فشار بین‌المللی و اقتصادی چین و روسیه. خب رفقا، اینم شد تاریخ کشوری که دیر کشف شد اما به قدرتمندترین و امن‌ترین و بهترین و تنها ابرقدرت جهان تبدیل شد. خب رفقا، اگه مباحث تاریخی و دانستنی در کنار هم علاقه‌مندی، حتما چینل من داشته باش و توی کامنت هم نظر خود در این باره بنویس و تا ویدیوهای بعدی هم بدرود.